و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. 6 صورت است که دیگه کفر میشه. برادرها سر من انتقاد میکنه که مولوی صاحب تو خودت عالم هستی، از دهنت چی فاش میبرایه، فاش میگی، بد میگی، علما را بد میگی، لعنت میگی. من میگم که نه، تو خبر نداری. لعنت الله گفته. الله میفرماید کسی که حکم الله را پنهان میکنه در قرآن کریم، عالمی که حق تابعداری نمیکنه، کتمان حق میکنه، او را سگ گفته. که عالمی که بیان نمیکنه دین به مردم، او را خر گفته. نعوذ بالله. الله میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسی که کتمان میکنه آن چیزی را که الله میگه ما در کتاب بیان کردم برای مردم و این مردم بیان نمیکنه، این مردم کدام طایفه است؟ الله میگه سریازی الله لعنت میگه و هر چیزی که لیاقتی لعنت گفتن داره. مایو پرندم سرش لعنت میگه. دیگر خود چی میکنی؟ 6م سورت آیت امی است.